تأدیت حقوقه، خداوند از بندگانش راضی نمی شود مگر وقت راضی می شود که ما حقهای او را ادا کنیم. آره خدا حق دارد بالای ما و شما ده، زیرا این خدا بود که دو قطره آب صورت زیبای انسانی داد. ببین این جوانای چون ماه خوشرو، این 1000 و 2000 جوان هستن، یکی به یکی مانند نیست. این نعمت است. همون خدایی که این زیباگی را، این جوانی را، این صورت خوشرو را به ما و شما داد، بالای ما ده حق دارد. این خدایی که این دو چشم بینا را برای هر شما داد، الان یک جوانه از من التماس دعا کرد، باهاشان دعا کن که من برای چشمام طبابت کردن آمدم. ببین یک چشمش در کرده است، بیچاره چه سرسانی ها دارد. هر کدام ما و شما ده خداوند دو چشم بینا داد، از ما یگان چی طلب نکرد، از ما یگان سم پول نگرفت. آیا خدایی که این دو چشم بینا را داد بالای ما ده حق ندارد؟ خدایی که این گوش شنوا را برای ما و شما داد با او مرکبیاتش، که اگر او وزنین شود شما دکتر دوی میکنید، اگر او را به از کار برارد تمام دنیاتان صرف کنید، نمیتونید شنواش کنید، مگر او خدا بالای ما ده حق ندارد؟ خدایی که برای هر کدام ما و شما عقل سالم داد، عقل رسا داد. ببین عقل که اندک یک حجره مغز سر اگر خلالدار شود، انسان زندگیش ویران می شود، جسدش ایکار می براد. دیوانه ها را در کوچه ها می بینی چه حالی دارند. مگر او خدایی که این عقل سالم برای ما داد بالای ما ده حق ندارد؟ خوب این دست و این پا و این معده و این جگر و این گرده و دل ایناش اون طرف مونیم. هر کدام این داده خداست، هر کدام این نعمت است از جانب خدا برای ما و شما. انا همون خدا بالای ما ده حق دارد. از ما وقت این پروردگار راضی می شود که ما حقهاش ادا کنیم. ان الله لا یرضى عن عباده الا بتعدیت حقه. خوب همون حقا کدام است؟ عزیزا در کتاب ها میگویند یکم حقش شکر النعمه. حق اوله که خدا بالای ما دارد، باید نعمت های خدا دادگی ده ما شکر کنیم. یکی نعمت حیات و به شکرانین بجا بیاریم، یکی نعمت چشم، یکی نعمت گوش، یکی نعمت عقل سالم، یکی نعمت اعضاهای بدن سالم، یکی نعمت رزق و روزی. خلاصه نعمت های الهی را اگر ما یک به یک شمار کنیم شمار تمام نمی شود. خانه، همسر خوب، فرزندای خوب، کسب و کار خوب، ثروت و بایگری، هر کس به قدر استعدادش، همین نعمت است که قرآن خدا میگه و آتاکم من کل ما سألتموه و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. هر چیزی که شما خواسته خدا میگه من به شما دادم. اگر این نعمت های من شما یک شمار کنید، تمام روز از صبح تا شام حساب کنی، اگر تمام شوی ندارد او. زیرا یک نفس انسان، یک نفسی که ما میکشیم برای ادامه حیاتمان، دو نعمت دارد. سعدی بزرگوار در آغاز گلستانش میگوید منت خدای را که انسان آفرید و هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. ببینید سعدی بزرگوار میگه یک نفسی که خدا برای ما میتید دو نعمت دارد. یکی فرو میبریم، نفس میکشیم، ممد حیات است، سبب ادامه حیات ما میشود، سبب دراز شدن زندگانی ما میشود. زیرا اگر ما نفس کشیده نتانیم، در حال چی از این دنیا پدرود میگیم و چشمون نفشه میبریم. کسانی که به کسیدی دم کوتاه گرفتار میشوند،
نفس کشیده نمیتونن، ببینید چی حال تنگی دارن. بنابر یک نفس فرو میبریم عمر ما درازتر بشود. شو همون نفس باز گشته بیرون میبراریم، اگر به اصطلاح امروزی شما گویم اکسیژن فرو میبریم، هوای تازه را برای ادامه حیات ما. در داخل بدن او هضم میشود، باز مبدل به گاز کربن میشود زهر خطرناک، او را بیرون میبراریم شب. سبب آرام گرفتنی چی بدن ما میشود. اگر نفس از داخل بیرون نبرد ببین چی حیات برامون تنگ است. نفس گیر شویم ببینید نفس اگر گرفتد محکم شود نفس من جان من چگونه تنگ میکند. خدا پناهتیت. نفسی که برآوردیم بعد دل من سبک میشه و با روح من سبک میشود. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و در هر نعمت شکر واجب. در یک نفس خدا برای ما دو نعمت داد، یکی نفس فرو بردن، یکی همون با گشته بیرون برآوردن. ببینید عزیزان من، انسان در یک ساعت چند قدر نفس میکشد؟ هر نفس یک نعمت است. در آمدنش و برآمدنش دو نعمت شد. در هر نعمت باید شکر خدا را گوییم. الحمدلله، هزار شکرت که برای ما اکسیژن آماده کردیم، ما نفسش میکشیم و باز راه برآمدن اون برای ما آسان کردی، با بیرونش میبراریم. یا الله، از دست و زبانی کی برآید که از عهده شکرش بدر آید. بنده همان به که به تقصیر خیش عذر و به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد. ببینید این قدر نعمتهای خدا زیاد است که ما او را نمیتونیم حسابگیری کنیم. وظیفه ما و شما چیست؟ شکر نعمت پروردگار کردن است. وقتی که ما صبح از خواب میخیزیم اول کاری که باید کنیم چی است؟ طهارت کنیم. وقتی که طهارت کردیم بسم الله الرحمن الرحیم گفته 2 رکعت شکر وضو خواندیم، سنت بامداد خواندیم و آمدیم مسجد فرض بامداد خواندیم، شکرانه این نعمت خدا را ادا کردیم. ببینید هم شکرانی چشم ادا شد، هم شکرانی گوش ادا شد، هم شکرانی بدن ادا شد. بنابراین یکم حقی که خداوند بالای ما دارد شکرانی نعمتهای دادگیش هستی. غیر از این نعمتهای خوردن و نوشیدن و هر کدام اینها نعمت است. بنابر وقتی که ما غذا میخوریم آغاز غذا ده بسم الله الرحمن الرحیم باید گوییم. وقتی که غذا رو خورده تمام میکنیم الحمدلله رب العالمین گوییم. این از شکرانی نعمت. دویم حقی که خدا بر بالای ما دارد بعد از ادای شکر این نعمت ها چیست؟ و حسن الصنع، کار خوب کردن. باید بنده مومن در این دنیا یک کار خوب انجام دهد. کار خوب چی؟ کاری که برای فایده عائلش باشد، برای فایده محلش باشد، برای فایده جامعهش باشد، یعنی کسب حلال. هر کدام از ما و شما باید یک کسب داشته باشیم، خواه کسب خواندن و نوشتن، در مدرسه و مکتب ها تعلیم دادن، یا تجارت یا دهقانی یا حکومتداری، هر وظیفه که باشد این کسب است. باید بنده مومن کسب داشته باشد، لیکن در کسب خود باید بنده مومن صادقانه کار کند. کسب هم وقتی که به خاطر خدا باشد، وقتی که در او فریب و خیانت و پاره و رشوه نباشد، هر کسب عبادت هستیم. بنابر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حلالترین لقمه که انسان میخورد این همان لقمه است که با دستش کار میکند. با دستش که مثل شما تجارت میکند، مثل شما در ساختمان ها کار میکند، مثل شما دهقانی میکند، در عوض او درآمد دارد. ثانی او درآمدش قطعی روزگار تأمین میکند.
این بهترین کسب است. بنابر همین کسب کردن، کار کردن، این وظیفه هر مسلمان است. بچه های خوشرو، از همه تان خواهش میکنم شما بچه های زیبا هستی، کار یاد گیریتان، هنرمند شویتان، هرگز فریب کردن و دروغ گفتن یاد نگیری، هرگز دزدی کردن و راههای بده که سبب خجالت است اونها رو یاد نگیرید. خواه تجارت باشد، در تجارت اگر شما خوب کار کنید، راستگو باشید، فریبگر نباشید، خداوند در کسب شما برکت می‌دهد. حتی رسول اکرم تاجرهایی که راستگو باشند، در تجارتشان خیانت نکنند، در تجارتشان کسی را فریب نکنند، روز قیامت همراه پیغمبرها محشور می‌شود. تجارت هر قدر برکت شکم میکند فریب، قسمهای بر دروغ، خیانت کردنی در ترازو، اگرچه یک زمان شاید 10-20 زایدتر درآمد کنی، اما خدا و برکتش میگیرد. ثروت و بایگری از بسیاری پول نمی شود، از برکت می شود. وقتی که بنده مومن حلال کار کند، 1000 سوم میوه چینی 10,000 سوم برکت دارد. اما از فریب و از حرام اگر 10,000 درآمد کند، او چینی 100 سوم برکت ندارد، بین یک 2 روز تمام می شود. بنابراین عزیزان من، بچه های خوش رو در اینجا هم که باشه، اطراف شما خریدارای شما، مشتریای شما اگرچه مردمی غیر مسلمانند، برادرای روستانند، با اونها هم فریب گیری یاد نگیرید، با اونها هم راست رفتار باشید، راست گفتار باشید. جوانای باشد که از اخلاق خوب شما، از آداب خوب شما، از معامله خوب شما، اونها از اسلام دوست دارند. زیرا این مردم نسبت به اسلام بعضیاش عداوت دارن، نفرت دارن، به سبب آنکه هر روز در گزیت و در تلویزیون و در فیلم ها اسلام و دشمنان اسلام به اونها سیاه کرد نشان میدهند. وقتی که شما را بینند با این جوانی پاکیزه هستید، میزده نیستید، دزد نیستید، نشأمند و گراین کش نیستید، فریبگر و حقارت کش نیستید، آداب خوب دارید، اخلاق خوب دارید، والله شما را دیده اونها اسلام دوست می‌دارند. دینی که این تو پیرو دارد، این تو پاکیزه جوانهای خوش اخلاق دارد، اونها حتما این دین احترام میکنند، اونها حتما این دین آهسته آهسته دوست میدارند، به این دین داخل میشوند. اگر شما دنیا را چشم کشاده ببینید، دولتایی که امروز دنیا هستند، خواه امریکا باشد، خواه اروپا باشد، خواه اندونزی و مالزیا باشد، هیچ کدام اونها با جنگ اسلام آوردگی نیستند. هیچگاه لشکر اسلام به اونجاها قدم زدگی نیست. همین اونها به سبب همین مهاجرهای کاری، به سبب همین تاجرهای مسلمان که به اونجا رفتن و در اونجا با اخلاق عالی خود، با آداب خوب خود نمونه شدن، با مردم آنجا همکاری کردند، آهسته آهسته مردم آنجا چی شدن؟ مسلمان شدن. و این یکی 90% مردمش مسلمان های. مالزیا که از قریب 80% مسلمان های. عزیزان من، که اونجا عرب ها رفتن، که اونجا مجاهدای اسلام رفته بودن، همش از روی اخلاقی خوب مسلمان های همون زمان بود. بنابر اگر شما هم خوش اخلاق باشید، با آداب باشید، راستگو باشید، فریبگر نباشید، در کوچه ها که دیدید از خود کلانسالا را یا که جوان ها را السلام علیکم گفتید، همونها آهسته آهسته نسبت شما در دلاش هم محبت پیدا می شود. اونها شما را دوست می‌دارند. اونها همون دینه که شما را تربیت کرده است با این آداب و اخلاق، او دین دوست می‌دارند. از همین سبب دویم نصیحت من برای شما همین است که هر کاری که میکنید در او کارتان رفتار خوب داشته باشید. معنای حسن الصنیعه همین است. در او کارتان حلال کار باشید، خوش معامله و خوش آداب باشید. و دیگر حقی که خدا بالای ما و شما دارد و نصح الامه، نصیحت کردن، خیر خواهی کردن نسبت به برادران خود. عزیزان من، بچه های خوشرو، نصیحت این سنت پیغمبران است.
نصیحت کردن، راهنمایی کردن فقط وظیفه علما و پیغمبران نیست، وظیفه هر یک فرد مسلمان است. هر مسلمان وظیفه دار است باید که داعی به سوی خدا باشد، باید نصیحتگر باشد، مثل که پیغمبر بزرگوار نصیحتگر امت بودند، مثل که پیغمبر بزرگوار داعی به سوی خدا بودند، مثل که در هر عصر و زمان علماها نصیحتگر و داعی اند. هر کدام شما باید نصیحتگر باشید و نصح الامه، نصیحت کردنی برادرای خود. بنابر هر پدر و مادر وظیفه دار از خاندان خودش نصیحت کند، از همسرش سر کرده، به بچه و دخترش سر کرده، به نبیرهاش اونها را نصیحت کند. چی نصیحت کند؟ اول نصیحت کند درباره آداب و اخلاق خوب، دوم نصیحت کند درباره دین و عقیده شان. بچه های عزیز، امروز جوانای ما را اخلاقش ویران شد ایستاده است. امروز جوانای ما میزده و گراین کش و دزدی و غارت شد ایستاده. سببش این است که پدر و مادر نصیحت نمی کند، سبب این است که جامعه نصیحت نمی کند، همسایه به همسایه کار ندارد، اهل محله به اهل محله کار ندارد، خصوصا پدر و مادر نسبت فرزنداش پروا ندارد. امروز فرزندای ما را نصیحتگرشان تلویزیون ها شده است. امروز فرزندای ما را آداب آموزشان باغچه های با کودکانه است و تلسریال ها شده است. بچه دخترای ما را مگر از او آداب یاد میگیرند؟ از او یگان نصیحت میشنوند؟ نه، باید هر پدر و مادر اول ناصح باشد، بچهش فهماند چی حرام است در اسلام، چی حلال، چی اوبال است، چی ثواب. باید این از خردسالی بچه هاشان گفته ایستند. دیگر در باب ایمان و عقیده باید تاکید کنیم. امروز خیلی جوانای ما از عقیده دور شدند. آره خود دعوا میکنم مسلمان هستیم، اما مسلمان باید چگونه باشد؟ احکامای دینشان چی ها هست بسیارش نمیدانند. بنابراین عزیزان من، تاکید من برای شما همین است که شما جوره باید رفیق شد، جورش نصیحت کنه. وقتی که خود مسجد بیای هستی، رفیق تو همکار مسجد نمی بیاد، آهسته آهسته او را نصیحت کنو، مثل خودت مسجد بیا کن. وقتی که خودت پاپیراس نمی کشی، ببینی رفیق تو جوره تو همکار پاپیراس می کشد، او را آهسته آهسته نصیحت کن، از این راه بد گردان. زیرا پاپیراس حرام است بچه های خوش رو، زیرا اونها در سلامتی تان ضرر دارد. در چند دام هایی که مهمانی دعوتون کردین، در همین جاها که دیدم در همون تبلیس ها نوشتگی که سیگارت زهر دارد، آدم میکشد. وقتی که همین عروس ها اینقدر احتیاط میکنند، باید شما مسلمان ها به طریق اولا احتیاط کنید، زیرا شریعت برای شما وی حرام کرده است. نصیحت کنیم، باید او را از این راه باز داره. وقتی که میبینی برادرت عرقنوش است، نشأمند است، کوشش کن او را از این راه بازگردان. اگر با نصیحت شما، با راهبری شما یک آدم از راه بد بازگردد، والله ثوابش بهتر است از 10 اشتری در راه خدا صرف کردن استین. ببینه یک رفیق اوباش تانه، یک رفیق میزده تان شما با نصیحت کردن اگر اصلاحش کنه چی ثواب میگیره؟ حضرت علی پیغمبر خدا گفتند لئن یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعم. اگر با نصیحت تو یک بی نماز خوان شود، با نصیحت تو یک اوباش از اوباشی باز استاد، با نصیحت تو یک میزده از عرق نوشی باز استاد توبه کند، ثوابش بهتر است از 10 اشتری در راه خدا صرف کردن، کشتن و صدقه کردن. بچه های عزیز، ما باید نسبت جامعه بی‌طرف نباشیم. اگر جامعه فاسد شد، خواهی نخواهی خاندان شما را سرایت میکند، خواهی نخواهی فرزندان شما را سرایت میکند. هر کدام ما باید اصلاح جامعه را حرکت کنیم.
هر کدام ما باید اصلاح کردن دوستای خودمان در حرکت کنیم. روز قیامت دوست از بالای دوست شکایت دارد در پیشگاه خدا. بنابر کار کنید دوستیتان برای خدا باشد، دوستیتان برای خاطر اسلام باشد. این دوستی انشاءالله در این دنیا هم ثمره خوب میتید، فقط در آخرت هم یک دیگر مقام شفاعت میتید. بنابر بچه های خوشرو همیشه نصیحت کردن برای خودتان عادت کنید. بازم میگم اگر دیدی رفیقت پاپراسکش است، اول کوشش کن او را از این راه بازگردان. وقتی که میبینی نصیحت تاثیر ندارد، قبولش نمیکند، حرکت که خود از وی جدا کن که مبادا زهرآلود نشوی. اولش که عیب است جوانی که مسجدی است، جوانی که نمازخوان است، جوانی که عقیدی درست